سلام گلارا هستم با برنامه انار سبز و مثل همیشه شما رو با یه خوشمزه سالم گیاهی و یا وگان دیگه آشنا میکنم. از اونجایی که چند روزی من به خاطر پاکسازی و سمزدایی و بدنم خام گیاهخواری میکنم، دوست داشتم هم یه کوچولو راجع به این نوع تغذیه باهاتون صحبت بکنم که آخر برنامه میتونیم ببینینش و همین که یه خوراکی خوشمزه خامگیاهی براتون درست بکنم که با هر جور سلیقه غذایی که داریم بتونید درستش بکنین و لذت ببرین. پس بریم با هم دیگه ببینیم که اون لازانیای خامگیاهی خوشمزه‌ای که عکسش رو واسهتون گذاشته بودم خیلی دوست داشتین یاد بگیرین چطوری درست میشه. مواد لازم برای لازانیای خامگیاهی: کدو 1-2 تا بزرگ، برای سس گوجه کوچولو 100 گرم، گوجه خشک خیس خورده توی آب 100 گرم، سیر 1 حبه، روغن زیتون 2 قاشق غذاخوری، نمک و فلفل و پودر پاپریکا. پوست اسفرزه برای رسیدن به غلظت مورد نظر. اگه نداشتین از چند تا مغز بادام هندی هم میتونین استفاده کنید. برای پستری سبز: گل‌های بروکلی 100 گرم، جوونه ماش 50 گرم، ریحون تازه 50 گرم، اسفناج تازه 50 گرم، تخم گیاه درخت کاج 100 گرم. اگه در دسترس نداشتید تخم کتون آسیاب شده استفاده کنید. پیازچه 1 دونه، روغن تخم کتون 2 قاشق غذاخوری، اگه نداشتین روغن زیتون بزنید، چند برگ نعنا، 1 تیکه زنجفیل تازه، نمک و فلفل. برای پنیر گردو: کشک وگانی که بهتون نشون داده بودم 100 گرم، بادام هندی خیس خورده 100 گرم، مخمر خشک غیر فعال 3 قاشق غذاخوری، نداشتینم نریزین، کمی فلفل. خب درست کردنش خیلی ساده است. اول کدو رو با پوستکن به ورقای نازک تبدیل میکنیم این شکلی. بعد مواد سس گوجه رو تو میکسر میریزیم. اگه سسمون به خاطر آبدار بودن گوجه ها زیادی شل شد میتونیم 1 قاشق چایخوری پوست اسفرزه بهش اضافه کنیم. من که به هر حال برای خاصیت‌های فراوونش توش میریزم. اگه نداشتید از چند تا بادام هندی هم میتونین استفاده کنین و به غلظت مورد نظرتون برسین. سس رو توی کاسه میریزیم و میریم سراغ پستو. من از این قسمت بالای بروکلی استفاده میکنم. بروکلی یکی از پرخاصیت ترین سبزیجاته. اونایی که فکر میکنن گوشت نخورن پروتئین به بدنشون نمیرسه باید خدمتشون عرض کنم که در حالی که 25% گوشت پروتئین داره و بقیهش چربی و کلستروله، بروکلی این قهرمان سبز 49%ش پروتئین سالم و گیاهیه و انقدر خاصیت‌های دیگه داره که باید به افتخارش یه برنامه درست کنیم. اصلا خوردن خامش که بیشترین ریز مغذی‌ها رو داره کمی سخته، ولی با این روش توی پستو خیلی هم لذت بخش میشه. اسفناج حسودیش نشه، اونم یه چیزی تو همین مایه هاست. همه مواد رو توی میکسر میریزیم. مواد که خوب مخلوط شد بعد به همچین بافتی برسیم. پنیر
گردو هم که خیلی آسونه. همه مواد توی بلندر و حسابی میزنیم. اگه مواد توی بلندر خوب نمیچرخیدن میتونید یه کوچولو آب اضافه کنید. برای اینکه کشکمون نمک و آب لیمو داشت دیگه من توی مواد لازم نگفتم. هر کدوم از لایه‌های این لازانیا سرشار از ویتامین‌ها و املاح و پروتئینه و هر کدوم رو جداگانه میتونین استفاده کنین توی غذاهاتون یا اینکه با نون سروش کنین. کمی کافیه خلاق باشین. من این لازانیاها رو توی قالب تک نفره سرو میکنم. لایه به لایه میچینم رو هم. این خوشمزه خوشگل خامگیاهی یه غذای کامله و باهاش میتونین مهموناتون رو هیجان زده بکنین. اونایی که با خامگیاهخواری هنوز میونه‌ای ندارن میتونن به عنوان شام سبک یا پیش غذا میلش بکنن یا اینکه توی ظرف نحسوس بچیننش و برای 20 دقیقه توی فر با حرارت 180 درجه سانتیگراد بذارن که البته میدونین حرارت دادن از خاصیتش کم میکنه ولی باز هم یه غذای سالم و مقویه. خب حالا که دیدیم خامگیاهخواری هم میتونه جذاب، رنگی و هیجان انگیز باشه، میتونم یه کوچولو راجبش باهاتون صحبت بکنم و توضیح بدم. خامگیاهخواری به یکی از سالم‌ترین روش‌های زندگی گفته میشه که توی اون فقط از میوه‌ها، سبزیجات، مغزها و جوونه‌ها به صورت خام و بدون حرارت دیدن استفاده میشه. و فلسفهش اینه که فقط موادی برای بدن مناسب هستن که توی طبیعت بدون حرارت دیدن، کنسرو شدن و یا افزوده شدن مواد شیمیایی وجود دارن و در واقع همون حرارتی رو ماکسیموم میبینن که نور خورشید میتونه بهشون بده، همون 40-50 درجه سانتیگراد. در واقع خامگیاهخواری یه جور روش درمانگر هستش که توی اون ریشه خیلی از مریضی ها، ناراحتی های روحی، روانی، جسمی اینا رو توی در واقع نوع تغذیه و به خصوص پخته‌خواری میبینن. و خیلی از افرادی که به این روش روی آوردن من خوندم و شنیدم که تونستن به مریضی‌های حتی عجیب غریبی که داشتن مثل MS، سرطان، چاقی مفرط، دیابت، فشار خون بالا، قند بالا و همه اینا تونستن غلبه بکنن و الان سالم هستن. به هر حال چیز عجیبی هم نیستش. همه ما میدونیم که اگر میوه و سبزیجات رو زیاد حرارت بدیم از خواصش کم میشه. همه ما میدونیم که چربی های در واقع اشباع شده و حیوانی چقدر برای سلامت مضر هستن. نمک زیاد میدونیم نباید مصرف بکنیم. محصولات کنسروی و فرآوری شده نباید توی زنجیره غذاییمون باشه. اینا چیزایی که به طور روزمره همه ما آگاه هستیم نسبت بهش. و از طرف دیگه حتما وگان ها میدونن که حتی اگر از محصولات حیوانی چشم پوشی بکنن و استفاده نکنن ولی تغذیهشون خیلی از مواد آماده تشکیل شده باشه و چربی های اشباع شده بخوان بخورن، نمک زیاد مصرف بکنن، به هر حال تضمینی برای سلامتشون نیست. به همین خاطر که همیشه من اصرار دارم حتی اون مواد پایه‌ای رو آدم سعی کنه خودش توی خونه درست بکنه، مطمئنه میدونه حداقل چی داره مصرف میکنه. و در نهایت خریدن اینجور محصولات خیلی کمکی بهمون نمیکنه به خاطر که نظام سرمایه داری همچنان به فکر پر کردن جیب‌هاشه و تهش اینه که اون محصولی که ما میخوایم حتی اگه برچسب به وگان هم روش خورده باشه ولی به صورت صنعتی تولید شده باشه چیز سالمی نمیتونه باشه. البته این که برای من ممکنه توی این مرحله که هستم به طور کل پخته‌خواری رو کنار بذارم و تنوع غذایی که پخته‌خواری به همراه داره نه هنوز ممکن نیست. ولی یه دوره‌ای که احساس می‌کنم زیادی قروقاتی خوردم، مهمون داشتم برای طولانی مدت، برای مسافرت کاری بودم و به یه پاکسازی بدنم احتیاج داره. این روش خیلی موثره، باهاش آدم میتونه وزنش رو کنترل بکنه و بعدش هم برای یه مدت واقعا میبینید که خیلی سبزیجات تازه و میوه ها نقش مهمی توی تغذیه‌تون به صورت خام خواهند داشت. اگه دوست داشتین امتحان بکنین روش‌ها حتما بهتون توصیه میکنم که برید راجبش تحقیق کنید، یکم مطالعه داشته باشید به خاطری که باید حتما اتفاقاتی که توی دوره پاکسازی توی بدنتون میفته رو بشناسین و اینکه چقدر ممکنه طول بکشه. ممکنه بعضیا سردرد بگیرن، بعضیا ممکنه احساس کرخی و بیحالی داشته باشن، دست و پاشون گیز گیز بکنه یا اینکه توی سطح پوستشون در واقع جوش بزنن. اینا همه علائم برون ریزی و در واقع پاک شدن بدن هستش. بدن داره به کار طبیعیش ادامه میده و اصلا چیز ترسناکی نیست و مطمئن باشید که یه دوره گذرا و موقت هستش و بعد از اون حسابی از تو سر حال نو میشین و حتی انرژی از گوشاتون میزنه بیرون.
شبکه‌های اجتماعی انار سبز رو فراموش نکنید. ما این برنامه‌ها رو با عشق برای شما درست می‌کنیم و بدونید که هر کدوم از شما با اشتراک گذاریش با دوستاتون میتونید توی این مسیر همراه ما باشید و قدمی بردارید برای فتح اون قله زیبا و مرتفع و بلندی که اسمش سلامت عمومیه. تا برنامه دیگه از انار سبز مراقب خودتون باشید مثل همیشه و سالم زندگی کنید. خداحافظ. از اونجایی که چند روزیه من به خاطر سلام از اونجایی که چند روزیه من خب بذارش یه جدی